دختره میخواد منو بترسونه، دختره میخواد منو بترسونه. فهمیدی به ابوالفضل؟ زده که من از تو حاملم، آبروی تو رو میبرم. من معمولا جواب نمیدم، بشه وایس دادم. آمریکاییه، به روی مادرم. باید دیگه باور بکن بعد 2 سال دیگه روی مادرم، روی پدرم، روی اون، روی این. بشه وایس دادم. وایس من به فارسی این بود، یعنی انگلیسی گفتم ولی به فارسی عامیانه اینجوری بود. گفتم خارکسته، تو فکر کنم راه دور خارکسته حامله میشی؟ تو 2 سال پیش اینجا بودی. خارکسته مگه میخوای دایناسور بذاری که 2 سال حامله بخوای بشی؟ گفتم برو شکایت بکن، کار قانونی و مراحل قانونی خودت طی بکن. آره الان به حاجی باید زنگ بزنم، سریع ترسیدم یه ذره ترسیدم یه ذره. 2 سال پیش اومده بود اینجا. بعد من موقع خودم سیگاری میکشیدم، خارکسته اصلا دول من کار نمیکرد اصلا اون موقع. اصلا یادم نیست باش کاری کردم یا حالا نمیدونم. خارکسته منظورش اینه که حامله شده، بچه 1 ساله داره، یا که میگه تازه شکم من اومد بالا که من آیسی باید بابا بشه، دوقلو نباشه. موقع دختره رو بلاک کرده بودم، با من جلبست کرده بود، اینا تو روان من رفته بود. آره 2 سال 1 سال و نیم پیش. آره واقعا 1 سال و نیم پیش. نکنه خارکسته 7-8 ماه پیش بود. این دیده تو از نظر مالی مرفه هستی، میخواد بچه گردن تو بندازه.